ارتباط بین کامپیوتر IBM 5100 سفر در زمان و واقعه Y2K چیه؟ همه این سه تا مورد توی نقطه به همدیگه میرسن که اسمش میشه جان تایتر، مسافر زمانی که حرفای خیلی بزرگ و پیشبینی‌های خیلی عجیبی برای دنیای ما کرده. بریم ببینیم داستان جان تایتر توی این ویدیو امروز چیه. خب سال 2000 و داستان Y2K توی ذهن همه خیلی تازه است. حالا Y2K چی هست نمیدونم، سال 2000 بودین نبودین یا اصلا یادتون میاد یا نه. اون موقع یه داستانی بود که میگفتن که سال 2000 که بشه، اول ژانویه 2000 که بشه، به خاطر تاریخ که آخرش 2 تا 0 داره، تمام کامپیوترهای دنیا به هم میریزه، اقتصاد دنیا نابود میشه، سیاست به هم میریزه، همه چی از بین میره. چون همه چی هم کامپیوترایز شده بود اون موقع. میگفتن آره دیگه همه چی سقوط قراره بکنه. من خودم یادم موقع کامپیوتر ویندوز 98 داشتم، نشستم منتظرم سال 2000 بشه این بهتره که. ولی خب آره سال 2000 اومد و رفت و اتفاق خاصی هم نیفتاد. ولی سال 2000 داخل فروم آرت بیل همون اولا یک آدمی با یه یوزرنیمی به اسم time traveler _ 0 ظاهر شد و شروع کرد یه سری پست گذاشتن. این آدم بعدن خودش رو به اسم جان تایتر مسافر زمان معرفی کرد. حرف جان تایتر چی بود؟ میگفتش که من یک سربازی هستم از یکی از ارگان‌های دولتی که از سال 2036 میام. دمت گرم. اینجا چی کار میکنی؟ خب جان تایتر میگفتش که مأموریت من اینه که برم به سال 1975 یک کامپیوتر IBM 5100 وردارم برم 2036. کامپیوتر IBM 5100 بشه دردت میخوره، آشغاله. و همون موقع هم آشغال بود که چه برسه به سال 2036. اینجا یکم داستان جالب میشه، یه اتفاق خیلی خاص و جالب اینجا میفته. جان تایتر میگه که این کامپیوتر ما واسه این نیاز داریم که یه اتفاق عین اتفاق Y2K که الان برای شما داشت اتفاق میافتاد سال 2036 هم قرار اتفاق بیفته. کلید این که ما جلوی این اتفاق بگیریم همین کامپیوتر IBM 5100. چرا؟ چون میگه وانایی داره که بتونه کدای قدیمی یونیکس رو دیکود بکنه. اینجاش جالب میشه که بعدن که با چند تا از مهندسین نرم افزاری که روی IBM 5100 کار کرده بودن مصاحبه انجام دادن، تایید کردن که آره نه تنها IBM 5100 واقعا این توانایی رو داره، آدمای خیلی کمی هم از این مسئله آگاه هستن. یعنی اصلا چیزی نیست که نه روش تبلیغی شده باشه، نه به کسی گفته باشه، نه اصلا به عنوان فیچر این سیستم معرفی شده باشه. خب یکم داستان جان تایتر رو هیجان انگیز میکنه. خب باشه، حالا آقای تایتر اومدی IBM 5100 برداشتی بردی 2036، الان 2000 اینجا چی کار میکنی؟ خیلی جالبه. جان تایتر میگه من برای 2 تا داستان اومدم. یکی این که میخواستم خانواده‌مو ببینم تا خودمو هم که کودک هستم رو دیدم، چند تا سفر در زمانم با هم دیگه رفتیم. آقا شما خودت تصور بکن الان بچه‌ای، یعنی الان بزرگم نیستی که بدونی در آینده قراره چه شکلی بشی، بچه‌ای یه آدم گنده پا میشه میاد پهلوت میگه من تو هم از آینده، پاشو بریم با هم بریم سفر زمان. یکم فکر کنید تو خدا. تو خب شاید واقعا بچه جان تایتر بچه واقعا آدم احمقی بوده، چه میدونم. این میگه دلیل شخصی بوده که من اومدم سال 2000، ولی دلیل مأموریتی که من اومدم سال 2000 اینه که یک سری پیش‌بینی‌ها برای شما انجام بدم و یک سری خبرها به شما بدم که این داستان میرسه به پیش‌بینی‌هایی که جان تایتر واسه دنیای ما کرده. خب پیش‌بینی‌های جان تایتر، پیش‌بینی‌هاش یکم جالبه و خب حتی باحاله، چون 2000 این پیش‌بینی‌ها رو کرده، الان 22 سال از اون موقع، 23 سال از اون موقع میگذره و بذارید من بخونم پیش‌بینی‌ها براتون. خب پیش‌بینی‌های جان تایتر، چون ادعا کرده که سال 2004 در آمریکا جنگ داخلی رخ میده و تا سال 2015 هم این جنگ ادامه پیدا میکنه که خب نشد. جنگ داخلی هم حالا چجوری پایان پیدا میکنه؟ سال 2015 یک حمله اتمی رخ میده، میلیون ها نفر کشته میشن و به خاطر همون هم این جنگ پایان پیدا میکنه که اینم که نشد. 2008 اقتصاد آمریکا سقوط میکنه. سال 2008 بحران اقتصادی واسه آمریکا پیش اومده، البته سقوط نکرد، دولت واقعا سقوط نکرد. گفتم دولت سقوط میکنه، دولت سقوط نکرد، ولی یه بحران وحشتناک اقتصادی سال 2008 اتفاق افتاد. نمیدونم شاید میخواسته اونو بگه اشتباه کرده. بعد پیش بینی کرده که سال 2023 یک پاندمی میشه که میلیون ها نفر رو به کشتن میده. جان یه 3 سال این ور اون ور گفتی یا 2020 پاندمی شد.
بعد دقیقا ای راست میشه اسم پاندمی رو نگفتی، آقا ما که همین اسم پاندمی کووید دیگه، ای راست میشه اسم پاندمی رو نگفتی. یه پیش بینی دیگه هم که کرده بوده اینه که چین به عنوان یک ابرقدرت در دنیا ظاهر میشه که خب شد، ولی این که آیا واقعا اینو بشه به عنوان یک پیش بینی بزرگ؟ آره خب سال 2000 چین خیلی مهره قوی نبود، یه دونه از پیش بینیاش حداقل درست از آخر اومده. خب توی پیش بینی که خیلی موفق نبوده، حداقل بذاریم در مورد مدارک و اطلاعاتی که از سفر در زمان داده بهمون چیا گفته. خب یه کار خیلی جالب و شاید بگیم با اعتماد به نفس بالایی که جان تایتر انجام داده اینه که عکس هایی از ماشین زمانش و نقشه ساخت ماشین زمانش رو تو فروم ارائه میده. عکس‌ها که خب خیلی خاصی نمیگن، تمام چیزا چند تا جعبه است، ادعا کرده گفته این ماشین زمان منه، ولی در مورد نقشه ها و شکل توضیحش در مورد که ماشین زمان چجوری کار میکنه یه چیزای جالبی وجود داره. آن تایتل ادعا میکنه که داخل سرن، همون لارج هایدرون کولایدری که توی سوئیس هست، اتم‌ها رو با سرعت نور به هم دیگه میزنن، متلاشی میشن، بعد روش تحقیقات انجام میدن. بوزان هیگز همونجوری کشف کردن. ادعا میکنه که کلید سفر در زمان توی تحقیقاتی که توی سرن انجام میشه پیدا خواهد شد. ماشین زمان هم جورایی محصول تحقیقات سرن هستش. البته ماشین زمانی که خودش داره رو میگه جنرال الکتریک برای مسافت. جنرال الکتریک کمپانی خیلی قدیمی آمریکایی هست، تا جایی که یادمه ادیسون هم فکر کنم مؤسس این کمپانی هستش. الان ما یخچالمون جنرال الکتریکه، احتمالاً ماشین زمان توش داره. میگه دستگاهش جنرال الکتریک ساخته، ولی خب همه چی از سرن قراره شروع بشه و اتفاق بیفته. توضیحات در مورد این میده که دستگاه چجوری کار میکنه. میگه دستگاه سینگولاریتی دو حالته داره، یه سینگولاریتی بالا داره، پایین داره، اینا مخالف هم دیگه میچرخن، بر اساس ارتعاشات و سرعت گردش اینا مشخص میکنه که کدوم وری تو زمان حرکت بکنیم. خیلی توضیحاتی که داره میده کلیگویی هست. دانشمندا و آدمای آگاهی هم که حرفای اینو بررسی کردن میگن که اینقدر کلیگویی داره میکنه که هیچ استنادی بهش نمیشه کرد. دقیقاً اطلاعاتی که بشه از طریقش یک ماشین زمان واقعا ساخت رو ارائه نده، فقط یه حرف زده. مورد دیگه هم که در موردش آقای جان تایتر صحبت کرده اینه که میگه ماشین زمانی که ساخته شده فقط مال من نیست، اصلا کلا یک سری آدم هستن تو کمپانی ما که سفر در زمان میکنن، که میرن توی تاریخ میگردن، تحقیقات میکنن، هر جا لازم باشه مسیر تاریخ رو تغییر میدن. که اینجا خیلی حرف جالبی میزنه، اصلا کلا سیستمی که سفر در زمان کار میکنه رو توضیح میده و جالب اینه که توضیحی که میده خیلی شبیه فیلم اونجرز اند گیم هست که چند سال پیش همون دیدیم. فقط من که دیدم، شما رو نمیدونم، فیلم بدی نبود. میگه آره شما وقتی در زمان سفر میکنید تو یک لاینی حرکت میکنید که لاین زمانی خودتونه، ولی به محض اینکه فرود میایین داخل اون زمانی که میخواین باشین یک لاین جدیدی به وجود میاد و از لاین زمانی خودتون خارج میشه، انگار یک یونیورس جدیدی شما به وجود میارین، چون الان دیگه یک یونیورسی وجود داره که شما توش هستین، توی تاریخش تاثیر گذاشتین. خب اگه همچین حرفی میزنه درست باشه، چجوری پس میری تاریخو تغییر میدی؟ تاریخو تغییر ندی، یک یونیورس جدید به وجود آوردی. میگم حرفاش ناقص و حرفاش زیاده. حالا خیلی هم میخواد بگه من حرفام خیلی جدیه، میگه که آره ما مثلا وقتی سفر در زمان میکنیم باید موقعیت زمین رو هم در اون زمان حساب بکنیم، چون مثلا ماشین زمان ما که ثابته، زمان که حرکت میکنه ممکنه ما تو اون سالی که فرود میایم زمین مثلا اینجا باشه، ما ماشین زمانم اونجا باشه، اینجوری رو هوا میمونیم که مثلا من آره اینا رو هم محاسبه میکنم که خیلی دقیق باشه سیستمم. حرفای گنده گنده میزنه ولی تهش چی نیست. و یک حرفی هم که زده که خیلی جالبه، یک ادعایی کرده که حتی اینو من فقط تو یکی از متنایی که خوندم باش مواجه شدم، اینه که از آیندهم یه حرفایی زده و گفته که ما رفیقای من که با هم سفر زمان میکنیم از سال 2150 خورده یه همچین تاریخی گفت. من تاریخ متاسفانه دوباره نتونستم پیداش کنم، حالا میگردم اینجا براتون میذارم. تو این تاریخه به یک بریک وال برخورد میکنن، به یک دیواری برخورد میکنن که اونورتر نمیرن. میگه همه دوستای من که سفر در زمان انجام میدن و به آینده خواستن سفر کنن، به این نقطه که میرسن همه چی تاریکه، هیچ چیزی وجود نداره. خب اونم یکی از داستانا و پیشبینی‌های آقای اگه ماشین زمان داشته باشه، توانایی اینو داشته باشه که تو نقاط مختلف زمان سفر بکنی، حرفایی که میزنی خاطره است یا پیشبینیه؟ What the fuck؟ در حال آره دیگه ظاهرا تو این تاریخ قراره دیگه تاریکی باشه همه چی. و خب آره آقای تایتر تا مدت زیاد این حرفا رو زد تا میرسیم به مارچ 2001 که آخرین پستش رو میذاره. توی پستش میگه که خب دیگه من وقتشه که برم، کار من تو این دنیا تمومه،
برم 2036 و میگه که تعداد خیلی کمی مطلع هستن که من دقیقاً چه تایمی میخوام برم و الان کجا هستم و اینا. وقتی من رفتم بهتون خبر میدن. قربونتون برم. ماچ خداحافظ. بعد دیگه هیچ پستی از این آدم گذاشته نمیشه. الان 22 سال هم هست که از اون زمان میگذره و نه پستی از این آدم گذاشته شده، نه حرف از این زده شده و هیچ مدرکی هم از وجود این آدم پیدا نشده. هیچ کس نمیاد بگه که آقا من این آدمو دیدمش یا باهاش حرف زدم. و خب آره اینجوری دیگه. شما اگه مسافر زمان جای خط دیدین، خبر دارین، اگه خودتون مسافر زمان هستین، یه تماس با من بگیرین، تو همین کامنت ها به من بگین. خیلی سوال دارم ازتون. دمتون گرم. ولی خب ممنون که تا اینجای ویدیو با من بودین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما سابسکرایب کنید و لایک رو بزنید. برید تو کانال ویدیوهای دیگه‌مو نگاه کنید، چون اگه از این ویدیو خوشتون اومده باشه حتما از اونها هم خوشتون خواهد اومد. نظر، پیشنهاد، انتقادی هر چی دارین حتما به من بگین، توی کامنت ها برام بنویسین. من همه کامنت ها رو میخونم تا جایی که بتونم به همشون جواب میدم. دمتون گرم. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.